عشق من پیدا و دلبر ناپدید. در دو عالم این چنین دلبر کدید. کجا در تو اینطور دلبری رو سراغ داشتید که عاشقان او رو ندیدن و برای او تشنه گرسنه، برای او معتکف خانه، برای او شهادت، برای او جان نثاری، برای او جفا کشی. اگر مجنون فدا شد، فدای لیلی شد که او رو دید. اگر فرهاد فدا شد، فدای شیرینی شد که او رو دید. اما انس بن نضر 80 ضربه شمشیر در کنار احد خورد. برای کی خورد؟ برای یاری که او رو ندیده. حسین سرش روی نیزه ها میره. برای چه؟ برای یاری که او رو ندیده. جعفر ابن ابی طالب دوتا دستش رو فدا میکنه. برای کی؟ برای یاری که او رو ندیده. روزدار طول روز تشنه گرسنه قلندروار عاشق